یک پیاده‌گرد ظاهراً 55 ساله شخصیتش هنوز نامعلوم شب 29 اپریل تخمینا ساعت 22 در راه خوجند کانیبادام در حدود شهرک غفوروف زیر چرخ ماشین مرسدس مانده بر اثر جراحت‌های وزنین برداشته‌اش در جای حادثه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخله گفت راننده مرسدس احمدوف عبدالمجید حسین بایویچ سال تولدش 1993 ساکن جماعت افشقلعه نویه باباجان غفوروف از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده است. هر سال بر اثر صدمه ها در راه های تاجیکستان تا 400 نفر جان باخته بیش از 1200 کس معیوب می شوند. یک مرد 28 ساله و دو جوان 23 ساله ساکن شهر وحدت به آن گمان بر می شوند که شب 28 و 29 اپریل پنهانی وارد حوله ساکن 60 ساله جماعت زینب آباد شده یک سر چهارپای کلان شاخدار را دزدیدند. نرخ گاو 6000 سومانی برآورده شده است. یک جوان 23 ساله ساکن جماعت راحتی نویه رودکی به آن ابیار می شود که شب 22 اپریل تخمینا ساعت 22:30 در حدود جماعت گلستان از دست زن 29 ساله ساکن جماعت چارگلتپه با رای زورآوری تلفن موبیلی تمغه نوکیا را کشیده گرفته است.